سلام. امروز یه بیمار داریم که باز باردار سن حاملگی 32-75 روز توی بخش بستری هستن با کریز فشار خون 159/84 که بعد شد 154/93. براش دستور دارویی سولفات مگنزیوم شروع شد و آمپول هیدرولازین آماده کردن سولفات مگنزیوم داشتم انجام میدادم. گفتم فیلم بگیرم براتون. اورداری سرم ارینگر گریتری هست که من 500 استفاده کردم با 10 cc از سولفات مگنزیوم 50% که با توجه به چیزی که 10 میل هست ما هر 20 میلش میشه 10 گرم. حالا حساب کتابشو بعدا براتون انجام میدم و میفرستم که متوجه موضوع بشین. ابتدا با سرعت 4 گرم استاد و بعد با 2 گرم در ساعت تا 24 ساعت ادامه پیدا میکنه. اینا رو روی دستگاه خدمتتون نشون میدم. معنی بس کردن سرم حاوی سولفات مگنزیوم رو از این سمت به دستگاه بستن. ببینید از سرم به این طرف با این دستگاه باز میشه، بسته میشه، قرار میده. این ریت باید میل در ساعت باشه و بر اساس قطعه‌ای که داری تنظیم میکنی. اگر مثلا گفته که 4 گرم استات بگیره میشه 200 میل در ساعت 200 میزنه و استارت میکنه. من حالا چون هنوز به آیوی لاین مریض وصل نکردم استارت نکردم. اینم که